نورمال آپارتمان چیه؟ بخرم یا نه؟ واحد دست دوم چطور؟ پس از افزایش مبالغ شهروندی و اقامت، بیشتر مردم میل برای خرید واحد دست دوم و یا نورمال آپارتمان کردن. اگر دلیلش رو بخوام بهتون بگم اینه که با متراژهای بالاتر و همون قیمت میشد واحد خرید. اما خرید ملک دست دوم در ترکیه مثل ایران نیست و قانون خودش رو داره. مثلا اینکه بدونیم صاحب قبلی این ملک چه کسی بوده، از روی اون شهروندی گرفته یا نه، و یا وامی در گرو بانک داره یا خیر. نوع سندش باید بررسی بشه و قیمت باید کارشناسی شده باشه. قیمت واقعی برای شهروندی و برای اقامت حتما باید در سند درج شده باشه. برای گرفتن شهروندی ترکیه من واحد دست دوم رو پیشنهاد نمی کنم، ولی برای اخذ اقامت میتونه گزینه مناسبی باشه.